جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. امیدوارم که در هر کجا که هستین همیشه شاد و خوش و خرم باشین. دوستان عزیز، همونطور که میدونیم وارد 10 روز آخر ماه رمضان شدیم. فرصت های زیادی باقی نمانده از این ماه، ماه رحمت، ماه برکت، ماه توبه و ماه عبادت و ماه مهمتر از همه ماه روزه. امیدواریم که واقعا بتونیم با دست پر از این ماه مبارک و سرفراز از این ماه بیرون برویم. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ که در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی هستم. سلامت باشین. دوستان عزیز، همونطور که میدونید ما طبق روال معمول سوالهایی که از طریق SMS و پیام فرستادین رو جواب میدیم در ابتدای برنامه و بعد از آن به سراغ تماس‌های تلفنی شما میریم و باز هم مثل همیشه تکرار میکنم لطف کنید که وقتی که تماس میگیرین سوالاتتون رو به صورت مختصر داشته باشین و از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین. جناب مولانا بیننده‌ای پرسیدن که زنی اگر بخواهد روزه کامل بگیرد آیا میتواند قرص ضد عادت بخورد تا روزه را کامل بگیرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بله، از نظر شرعی جایز هست که خانم ها از دوایی و داروی استفاده بکنند برای به تأخیر انداختن عادت ماهیانه، به این منظور که بتوانند ماه مبارک رمضان را کامل روزه بگیرند. در این زمینه هیچ گناه و مشکل شرعی وجود نداره و کاملا جایز هست و روزه ای را که به خاطر به تأخیر افتادن عادت ماهیانه توسط قرص ضد بارداری روزه گرفتند، این روزه همون روزه اصلیشون هست، روزهشون کاملا قبول هست و فرض از گردنشون ساقط شده. بعد از رمضان نیازی نیست که این روزه گرفته را دوباره قضا بیارند. همین روزه ای که در ماه مبارک رمضان تونستند بگیرند به خاطر قرص ضد بارداری و تأخیر عادت ماهیانه، همین روزهشون صحیح هست، نه گناهی داره و نه بعد از رمضان قضایی داره و نه گناهی. درست. جزاکم الله خیر. من از اتاق فرمانم خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و باز تکرار میکنم بینندگانی که میخواهند تماس بگیرن لطف کنید سوالاتون رو مختصر داشته باشین تا زیاد وقت برنامه گرفته نشه. جناب مولانا بیننده بعدی پرسیدن که طبق مذهب احناف زکات به چه کسی تعلق میگیرد؟ آیا اقارب نزدیک هم شامل میشه مثل پدر، مادر، برادر، خواهر؟ در مورد یعنی کسی که زکات به اون تعلق میگیره فقرا و مساکین و مستمندان هستند. 8 گروهی رو که قرآن کریم مشخص کرده و یکی از قواعد فقهی این هست که زکات دادن به اصول و فروع جایز نیست. به اصول و فروع یعنی اصول یعنی این که پدر زکات خودش را به پدرش و به پدر بزرگش بدهد و فروع یعنی این که شخصی زکات خودش را به فرزندانش مثلا بدهد. این از نظر شرعی درست نیست، بدین دلیل که اگر یعنی نگاه بکنیم خرج پدر و مادر بر خود این فرزند هست، پس بنابراین از زکات نباید بدهد، بلکه این خود وظیفه اون هست که باید
بقیه اموالش خرج پدر و مادرش رو بدهد و همچنین خرج و هزینه زندگی فرزندان بر پدر هست. پس باید چیزی رو غیر از اون زکات به فرزندانش بدهد، یعنی هزینه زندگیشون رو از غیر زکات تامین بکند و این زکات حق فقرا و مستمندان هست و برای پدر و فرزند جایز نیست که داده بشود، بلکه بر عهده انسان لازم هست و ضروری هست که خزینه مخارج پدر و مادر و فرزندانش رو خودش از طریق دیگر غیر از زکات باید تامین بکند. جزاکم الله خیر. آیا زکات به سادات و سیدها تعلق میگیره؟ در زمان قدیم سادات سهمی رو داشتند از بیت المال و از مال خمس و از بیت المال سهمیه داشتند و هزینه زندگی اونها تأمین می شده، بدین خاطر به اونها زکات داده نمی شد. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه یک روز یک دانه خرمایی رو زمانی که کوچک بودند برداشتن از مال بیت المال بود و گذاشتن در دهانشون. رسول الله صلی الله علیه و سلم من فرمودند کخ که اینو نخور که زکات هست و صدقه هست و زکات صدقه برای ما جایز نیست. اما امروزه بنابر شرایطی که امروزه در دنیا وجود داره، حکومت‌های اسلامی چون این چیزی رو به عنوان بیت المال شاید نداشته باشند و اگر دارند سهمیه کسانی رو که سادات هستند باید از این طریق غنی بشوند، نه از طریق مال صدقه و زکات به اونها نمیدن. از نظر شرعی امروز اشکال نداره که اگر یکی از سادات فقیر هست به اون از مال صدقه و زکات داده بشود، از نظر شرعی جایز هست استفاده بکنند. اما اگر خود سید یا کسی که جزء سادات هست استفاده نکند، به خاطر دستور رسول الله صلی الله علیه و سلم اولاتر و بهتر است. جزاکم الله خیر. اگر در هنگام وضو گرفتن هنگام مزمزه آب به صورت غیر عمدی وارد گلو شود، آیا روزه باطل است؟ در هنگام وضو انسان باید بیشتر مواظبت بکند برای مزمزه و استنشاق. مزمزه این آب را در دهان کردن و گردانیدن آب و استنشاق این آب را در بینی کردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بالغ فی الاستنشاق الا ان تکونوا صائما. هنگامی که وضو میگیرید در استنشاق مبالغه بکنید، یعنی بینی خودتان را با مبالغه و با کثرت آب بکشید، مگر در صورتی که روزه باشید. یعنی در هنگام روزه انسان باید مراعات بکند و مواظب باشد. اما بالفرض اگر ناخواسته چیزی مثلا آبی فرو رفت و آبی خورد و نمیخواست، هدفش مزمزه کردن بود، ناخواسته و اشتباها فرو رفت، این از نظر شرعی اشکالی در روزه به وجود نمی آورد، زیرا که عمدی نبوده و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الله تجاوز لامتی الخطا والنسیان وما استکرهوا علیه. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیزم وصله و باز تکرار میکنم بینندگانی که میخوان تماس بگیرن لطفاً از طریق تماس تلفنی و تلفن به صحبتشون ادامه بدن، منتظر نباشن صداشون از تلویزیون پخش بشه. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شماست. بعضی مجلس ما درست تلفن زدم مولانا صاحب جواب داد ولی متاسفانه تلویزیون ما خراب شد، نتونستم سوالات جواب بگیرم. دوباره از پس میخوایم سوال کنم. بفرمایید. قربان شما، اسم اعظم کدام صورت و برای سهل گرفتن برای لازم است؟ یعنی دومی که نماز و تهجد اسم اعظم در چه سوره اومده باید چله گرفتن با اسم اعظم؟ درست. سال بعدی نماز تهجد آیا قبل از ذکر خوانده میشه یا بعد از ذکر؟ درست. سال دیگه نداشتین؟ سنتایی که روز جمعه خوانده میشه آیا به نام جمعه نیتش میشه یا به روز جمعه؟ تشکر از شما. یک سوال دیگه هم دارم. بفرمایید. برداشتن پول از پول از مسئول نداره اون صندوقی شما گفتین، یعنی آیا اون صندوق مسجد مسئول نداره، فقط در مسجد نصبه، درسته؟ بله. تشکر. صندوق مسجد که نصبه بدون اجازه پول بردارین در مسجد گذاشته؟ بله. درست. یعنی کسی این صندوق برای کی هست؟ ازدواج فرض است یا سنت؟ سال بعدیتون چی بود؟ ازدواج فرض است یا سنت؟ ازدواج.
در قرآن آمده. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. تماس بعدی بیرون میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بیرون بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. سلامت باشین. بفرمایید سوال شریعتون. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم. خسته نباشین استاد. تا سلامت باشین. میخواستم یه سوال داشتم. به نمازهای فرض که اقامه میشه به نیت امام مسجد، بعد باید سوره یا وقتی امام شروع میکنه سوره یا الحمد یا چیزی خوندی یا نه؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ بعد سوال بعد این که حول شدم. من همیشه درخواست میگم سوالاتون بنویسید مختصر، خیلی بهتره تا اینکه وقت تماس بگیرید. بله. خب انشالله یادم اومد، وقتتون رو نمیگیرم. باذن الله انشالله. قبول باشه، طاعت عبادت. سلامت باشین. تشکر از شما. تماس بعدی رو بیرنده بگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. یه سوال دارم استاد بزرگوار. آیا چیز سر قاتل آیا نماز میشه یا خیر؟ اونو امامی که قاتل است و سر نماز خوندن. این قاتل چرا رهاست و آزاد میگرده؟ خب سوال دیگه هم داریم؟ میگم این قاتل چرا رهاست داره امامان نه میکنه؟ تشکر از شما. چیز بشه. نه آیا سر که قاتل است آیا امامیت میکنه آیا درست است و سر نماز خوندن خیر؟ درست. سوالتون واضح است. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. ببخشید سوال داشتم مسائل همین زکات. بفرمایید. دادن زکات برای کدوم نفرها اجازت نیست؟ 30 سال منظورم به نفر بلوغ باید باشه یا که کوچکم باشه اشکال نداره. یک. بعد مسائل مثلا دادن زکات برای خانم برادر مثال بگیره، یا که مثلا خانم برادر، مثال برادر پولدار باشه ولی پولشون مثال چجوری مال هم خانومشه هم خودش حساب میخوره، یا که باید که هر یک کس پول جداگانه داشته باشه. به حالت پول جداگانه نداشتن میشه که مثال بگیریم به خانم برادرم زکات بده. بله مسائل همین سن سالش هم مهمه. خواهشان هم سن سال درست. خیلی ممنون میشم. تشکر از شما. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم استاد. علیکم السلام و رحمت الله. خسته باشی، وقت شما بخیر. سلام. جناب مولوی صاحب ما یک سوال داشتیم. اینجا مولا امام داریم، بعد درشونم به حضور مبارکت آن ما خبر شده البته که این زن خور طلاق داده، یعنی گفته کلمات ثلاثه بعدش هم فاتحه نکردن. حالی اما چیز میده، پیشنمازی میده و تراویح هم پشت سر ما میخونه. آیا این نماز ما صحت داره یا نه؟ یعنی چی گفته کلما ثلاثه؟ یعنی چی؟ منظورتون چی هست از این جمله؟ همسرش طلاق ثلاثه داده. نه این تعبیر دیگری داره. هستید شما؟ برادر گرامی رو خط هستین؟ بله. این چطوری طلاق داده؟ یک شما میگه گفته طلاق یعنی کلما ثلاثه داده یعنی چی؟ یعنی که رفته بدگی روی یکی دیگه خواستگاری. خب نه همون خانم اولش رو چطوری طلاق داده؟ آره بعد از طریق گوشی تلفن صحبتون رو ادامه میدیم برادر گرامی.
بعدش هر چونم به زیر مبارکتین رفته به یک خواستگاری، اون خانم دیگه صداش ضبط کرده. اینکه هم گفته که من طلاقش میدم، کلمات ثلاثه و همچین چیزای هم پیشنهادی میده. آیا ما همینجوری شک داری؟ چند وقته که تو نوبتی که ما زنگ شما بزنی این سوال از شما بگیریم ممنون بشیم. سلام بازه بود؟ بسیار خوب، توضیح خواهم. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید. الو. بفرمایید، صدای شما وصله، لطفا صحبت کنید. الو. لطفا از طریق گوشی تلفن صحبتتون ادامه بدین. منتظر نباشید صداتون از تلویزیون پخش بشه. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. برادر بزرگ، سوال داشتم از بفرمایید سوالتون. کسایی که کار نمیکنن از دولت مخارجشان نمیده، اینا نمازش اینا روزهشان میخوان که وتر روزه رو بدن، سرشان میشه یا نه؟ خرجشان از دولت هست و مهاجر هستن. یعنی نماز روزشون آیا قبوله یا نه؟ سوالتون اینه؟ زمان تماسشون قطع شد. اگر سوال دیگه هم دارین بفرمایید. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستم. علیکم السلام و رحمت الله. میگم خوردن روزه پیش روزه‌دار مشکلش بگیم. خوردن روزه پیش روزه‌دار؟ بله. یعنی مسافر هستین مثلا؟ بله مسافر هستیم. درست. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. سیستر بلوچستان داره زنگ میزنه. در خدمت شما هستیم. ازت یک سوالی دارم. بفرمایید سوالتون. تو ماه مبارک رمضان میشه که کورس جلوگیری بخورید؟ سوال دیگه هم دارین؟ قرص جلوگیری میشه بخورید تو ماه رمضان؟ یعنی قرص جلوگیری از عادت ماهیانه؟ اشاره توضیح میدیم. تشکر از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. ظاهراً تماس مشکل داره. 13 تا سوال گرفتیم، کافیه انشالله. اگر تماس مشکل داره ظاهراً و بینندگان عزیز در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره در خدمت شما خواهیم بود. ای خواجه چی جویی زی شبی قدر نشانی، ای خواجه چی جویی زی شبی قدر نشانی، هر شب شبی قدر است اگر قدر بدانی، روشن به تو گویم که شبی قدر کدام است، روشن به تو گویم
که شبی قدر کدام است. آن شب که تو تا صبح به عبادت گذرانی، این شب شبی قدر است که بر ذات محمد، این شب شبی قدر است که بر ذات محمد قرآن عظیم آمده و 7 مثانی. جامی چو به این شب برسی از پی عمری، جامی چو به این شب برسی از پی عمری، زنهار سلامی منی بی دل برسانی. ای خواجه ای خواجه چه جویی زی شبی قدر نشانی، هر شب شبی قدر است اگر قدر بدانی. راه وصال. اگر خواهان رب ذوالجلالی و یا که در پی راه وصالی، بیا سوی خدا هر کس که هستی، اگر تو سائلی یا بی سؤالی. تو مسکینی به درگاه خداوند، اگرچه صاحب دنیا و مالی، نظر دارد خدا بر قلب انسان، نگیرد دوست هر صاحب جمالی. اگر خواهان رب ذوالجلالی و یا که در پی راه وصالی، بیا سوی خدا هر کس که هستی، اگر تو سائلی یا بی سؤالی. بیا ای تشنه سوی چشمه دین، اگر تو در پی آب زلالی، بده قربانی از بهر خدایت، اگر خواهان ایمان و کمالی. بیا ای تشنه سوی چشمه دین، اگر تو در پی آب زلالی، بده قربانی از بهر خدایت، اگر خواهان ایمان و کمالی. اگر خواهان رب ذوالجلالی و یا که در پی راه
وصالی. بیا سوی خدا هر کس که هستی، اگر تو سائلی یا بی سؤالی، اگر تو سائلی یا بی سؤالی. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده اول پرسیدن که اسم اعظم در چه آیه از قرآن آمده و آیا چله گرفتن با اسم اعظم درست یا نه؟ در واقع اگر ما به اسماء الله متعال نگاه بکنیم، تمامی اسماء الله متعال اسماء حسنا هستند. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. الله متعال به ما دستور داده که الله را به سبب و به ذریعه و توسط اسماء حسنایش صدا بزنیم. این وقتی دعا میکنیم نام الله متعال را وسیله قرار بدیم و سبب قرار بدیم برای رسیدن به اجابت و از الله متعال چیزی رو بخواهیم. بنابر روایات متعددی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، این اسما با این که همهشون حسنا هستند، اما یکی از این اسما اسم اعظم هست. در روایاتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده و در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. در روایت ابن ماجه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اسم اعظم قرآن در 3 سوره از سوره های قرآن هست، در سوره بقره و آل عمران و سوره طه. این در سنن ابن ماجه اومده این روایت. و روایات دیگری در این زمین اومده از حضرت انس رضی الله تعالی عنه، از حضرت بریده رضی الله تعالی عنه و به قول علامه و امام ابن حجر رحمت الله علیه بهترین و صحیح ترین روایتی که در این زمینه در مورد اسم اعظم الله متعال وجود داره حدیث بریده هست که در صحیح در سنن ابو داود و سنن ترمذی اومده که بریده میگه یک روز یک نفری در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مسجد مشغول نماز بود و در وسط نماز این دعا را کرد: اللهم انی اسألک انی اشهد انک انت الله، اللهم انی اسألک بأنی اشهد انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که این فرد الله متعال را به نامی صدا کرد که با این نام هر کسی که صدا بکند اجابت میکند و هر کسی که چیزی بخواهد الله متعال میدهد، عنایت میفرماید و خواستش را برآورده میکند. الان در این روایت که صحیح ترین روایت در این زمینه هست، نام اعظم الله متعال همون لفظ جلاله الله هست. لفظ جلاله الله یعنی الله اسم اعظم الله متعال هست. و در این زمینه که اسم اعظم کدام هست، بنابر دلایلی در میان علما اختلاف نظر وجود داره. هر یکی یک اسمی رو بنابر دلیلی مشخص کردن، اما قوی ترین قول در این زمینه این هست که اسم اعظم الله متعال همین لفظ جلاله الله هست و بعد از آن از نظر قوت لفظ و اسم الحی و القیوم هست، بنابر روایت حضرت انس رضی الله تعالی عنه که اونم در سنن ترمذی اومده و ابو داود، که در اون روایت غیر از این که عرض کردم در اونجا لفظ یا حی و یا قیوم هم اومده که یک فردی در محضر رسول الله دعا کرد و این لفظ یا حی و یا قیوم هم در دعاش بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي اذا دعی به اجاب و اذا سئل به اعطى. این اسم اعظم را به کار برده. پس بنابراین قوی ترین دلایل در این زمینه لفظ جلاله الله هست و در مرحله بعدی اسم جلاله الحی و القیوم هست. اما به نظر من بنابر دلایلی که در این زمینه وجود دارند، اسم جلاله الله این اسم اعظم الله متعال هست، زیرا که در قرآن بیشتر از هر اسمی این اسم در واقع ذکر شده
و این مرجع تمام اسماء حسنا هست، زیرا که الله متعال در سوره 8 و در سوره های دیگر وقتی که خودش را معرفی می کند با لفظ الله معرفی می کند. اول الله، بعد از آن الرحمن و الرحیم و بقیه صفات برمیگردند به لفظ جلاله الله متعال و در تمام سوره های قرآن کریم در واقع هم ذکر شده در اکثر جاها و معروف ترین اسمی هست که الله متعال در واقع دارد و بیشتر هم ما با همین جمله یا الله وقتی صدا می یا الله یا اللهم که معنیش همون یا الله هست، بیشتر مسلمانان با این در واقع دعا می کنند و اکثر علما هم نظرش این است. محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه میگه که من از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پرسیدم که اسم اعظم الله کدام هست؟ ایشون فرمودند که لفظ جلاله الله هست و امام طحاوی رحمت الله علیه هم نظرش این است و بسیاری از علما و محققین نظرشون بر این است که اسم اعظم الله متعال همین لفظ جلاله الله هست. اما در مورد چله کشی این یک نوع بدعت و خرافه هست که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، یک بدعت هست، چه بسا که منجر به گناه می شود و منجر به شرک هم می شود احیانا، زیرا که در چله کشی احیانا استمداد از غیر الله هست، استمداد از جن ها هست، استمداد یا در واقع کنترل کردن جن ادعا می کنند که وجود داره. بعضی از مردم می روند در یک جای خلوتی تا 40 روز خودشون رو محبوس می کنند، زندانی می کنند به نام این که چله نشستند، از جمعه و جمعات در واقع غایب می شوند که این خودش یک گناهی از ترک واجبات شرعی هست و این چله گرفته از دیدگاه شرع اسلامی هیچ گونه دلیلی نداره، بلکه منافات دارد با دلایل قرآن و با دلایل رسول و احکامی که الله و رسول برای ما تعیین کردن. چله نشستن از نظر شرعی دلیلی ندارد و بدعت و حرام هست. جزاکم الله خیر. نماز تهجد قبل از وتر خوانده میشه یا بعد از وتر؟ نماز تهجد وقتش بعد از نماز عشا هست تا قبل از طلوع فجر و تهجد به این خاطر میگن که مقدار انسان معمولا میخوابد و هجع به معنی خواب هست، میخوابند و بعد از آن بلند میشوند، یعنی نمازی که بعد از خواب خوانده می شود که بعد از نماز عشا معمولا رسول الله صلی الله علیه و سلم استراحت می‌کردند و از نظر شرعی حکمش این است که کسی نباید بنشیند و حرفهای بیهوده بزند و این مکروه است. سمر و یا صحبت کردن بیجا، مجلس گرفتن بعد از نماز عشا به گونه‌ای که منجر به فوت نماز فرض یا نماز تهجد بشود، این از نظر شرعی اشکال داره و مکروه است. به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم از این منع کردند و انسان مسلمان باید زود بخوابد تا اینکه از آخر شب زودتر بلند بشود و هر مقداری که برایش میسر هست نماز بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند اجعلوا آخر صلاتکم باللیل صلات الوتر، آخرین نماز شما در شب نماز وتر باشد. و اگر کسی مطمئن هست که حتما برای نماز تهجد بیدار می شود در آخر شب، بهتر و اولاترین است که نماز وتر را بگذارد برای آخر شب. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صلات اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فلیوتر برکعتین، آخر شب دو رکعت نماز بخوانید، اگر ترسیدید که فجر بام میدهد یک رکعت دیگر اضافه بکنید که بقیه نمازاتون وتر بشود. پس بنابراین اصل بر این است که نماز وتر در آخر شب باشد. اما اگر کسی بیمین دارد که در آخر شب بیدار نشود، بهتر و اولاتر این است که قبل از خواب نماز وتر را بخواند، همون بعد از نماز عشا و بعد سنت ها نماز وتر را بخواند و رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت ابو هریره را به همین توصیه کردند. یکی از سه چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند این است که ابو هریره میگه و ان اوتر قبل انام، خلیلی یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم به من توصیه کرده که قبل از این که بخوابم نماز وتر را بخوانم. کسانی که مطمئنند بیدار نمیشوند قبل از خواب بخوانند نماز وتر را و کسانی که میتوانند برای نماز تهجد بیدار میشوند در آخر شب بخوانند. اما کسی بالفرض نماز وتر را اول شب خوانده بود، الان در آخر شب بیدار شد، الان میخواد که نماز تهجد بخواند، آیا از نظر شرعی اشکالی دارد؟ نه، هیچ گونه اشکال شرعی ندارد. ولو اینکه نماز وتر را قبلا خوانده و بعد از آن در آخر شب بیدار شده، از نظر
شرعی میتواند که نماز وتر بخواند، هیچ گونه اشکالی ندارد، اما نماز وتر رو دوباره در آخر نخواند. همون وتری که در اول شب خونده همون کافی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا وتران فی لیله، در یک شب دو وتر نیست، یکی را اول شب بخونی یکی آخر شب. اگر اول شب خوندی همون کفایت میکند و بعد از آن اگر خواستید نماز بخوانی باز هم هیچ گونه اشکالی شرعی ندارد. اما اولاتر و بهتر این است که انسان باید سعی بکند که نماز وتر آخرین نماز شبانه انسان باشد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیرانه گفتن که سنت هایی که برای روز جمعه خوانده می شود نیتش برای روز جمعه باشد یا نیت دیگه؟ نه، اختصاصی در نیت این نداره که من در روز یعنی سنت جمعه را میکنم. وقتی که شما در روز جمعه هستید و نیت کردید که مثلا نماز سنت را بخوانید یعنی اینکه سنت جمعه را خواندید. و در مورد سنت جمعه رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق و ترغیب فرمودند که شما هر کسی که زودتر به مسجد برود و در اول وقت برود و حرف نزند و حرف لغوی رو انجام ندهد، کار بیهوده‌ای را انجام ندهد و نزدیک امام بنشیند، گوش بکند به خطبه و هر چیزی رو که برایش مقدر هست بخواند. یعنی مقدار نمازی که برایش مقدر هست، تعداد رکعات قبل از نماز جمعه مشخص نشده بلکه دستور داده شده و رسول الله تشویق کردن هر مقدار که میتوانید بخوانید، 4 رکعت یا 2 رکعت تعیین نشده، هر مقداری که میتوانید قبل از جمعه نماز بخوانید و بعد از این هر کسی بنشیند خطبه رو گوش بکند. در روایت اومده که الله تعالی گناهانش را معاف میکند. بعد از نماز جمعه هم 2 رکعت وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم 4 رکعت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که هر کسی که بعد از روایت حضرت ابو هریره هست که من کان مصلیا بعد الجمعه فلیصلی 4، کسی میخواد بعد از نماز جمعه نماز بخواند 4 رکعت بخواند. و روایت حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه نمازی نمیخوندند بعد از نماز تا اینکه میرفتن در منزل و 2 رکعت میخوندند. این تفاوت نداره، اگر کسی 2 رکعت بخونه یا 4 رکعت بخونه یا 6 رکعت بخونه، حتی بیشتر از این هم بخونه، از نظر شرعی اشکال و ممانعتی وجود نداره. و همون نیت مطلق سنت را بکنه که من 2 رکعت نماز میخونم همین کافی هست. لازم نیست که در نیت شما مشخص بکنید 2 رکعت سنت روز جمعه، خودش در روز جمعه هست و همین که شما بلند میشید و 2 رکعت یا 4 رکعت میخونید همین کفایت میکنه. جزاکم الله خیر. برداشتن پول از صندوق‌هایی که در مسجد هست بدون اجازه پول هیچ کسی رو، چه یک انسان حقیقی یا حقوقی باشد، از نظر شرعی بدون اجازهش استفاده کردن از اون جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، بدون رضایت از استفاده و برداشتن مال کسی درست نیست. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی در مورد یکی از مجاهدینی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیده بودند، مردم گفتن فلانی شهید شده و در بهشت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نه، در بهشت نیست، به خاطر اون چادری که از مال غنیمت قبل از تقسیم برداشته الان در آتش جهنم هست. یعنی استفاده از اموال عمومی، چه مال مردم باشه، چه مال یک مؤسسه حقیقی یا حقوقی باشه، مال مسجد یا غیر مسجد باشه یا مال فردی باشه، به هیچ عنوان بدون اجازه جایز نیست و باید این مال رو به صاحبش برگردن، مگر اینکه صندوق مثلا اختصاص داده شده باشه برای فقرا. در برخی از جاها وجود داره که مثلا مبلغی رو در یک جای میگذارن، هر کسی نیاز دارد برود بردارد. اگر این گونه هست که اشکالی ندارد. اما اگر این صندوق برای کمک به مسجد هست، برای تعمیرات مسجد، برای امام و مؤذن مسجد، برای کسی دیگر جایز نیست که از آن استفاده بکند. جزاکم الله خیر. ازدواج آیا فرض است یا سنت؟ ازدواج بستگی به خود فرد داره. اگر به اندازه‌ای هست که در واقع احتمال داره که در گناه بیفته و نمیتواند خودش را کنترل بکند و نیاز شدید به ازدواج دارد و اسبابش هم فراهم هست، میتواند ازدواج بکند، در این صورت در حد وجوب هست، چون این فرد باید به خاطر حفظ دین خودش در واقع ازدواج بکند. اما در غیر این صورت سنت هست و مؤکد هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کردند و فرمودند یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، هر کسی که توانایی ازدواج دارد باید ازدواج بکند. حتی برخی از علما فرضیت رو از این استنباط کردند، اما سنتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کردند النکاح من سنتی، و هر چند که انسان نیاز بیشتر داشته باشه و احتمال داشته باشه که در حرام بیفته، در اونجا تاکیدش و وجوبش بیشتر خواهد بود. جزاکم الله خیر. سوال بعدی بیان گفتن که قرائت پشت سر امام
بله، تا جایی که ممکن هست اگر فرصتی هست سوره فاتحه رو پشت سر امام بخونند. اگر وقتی که پشت سر امام شروع کردند دیگه نیازی نیست که در واقع دعای استفتاح رو بخونند، سبحانک اللهم این رو بخونند یا هر دعای دیگری رو که در حدیث اومده، لازم نیست که این رو بخونند. و اگر امام سکوت کرده، در سکوت امام و در وقف امام میتوانند سوره حمد رو بخونند و اگر فرصت نشد باز هم اشکال شرعی وجود نداره و نمازشون درست است. پشت سر قاتل های نماز درست یعنی؟ به صورت کلی از دیدگاه اهل سنت و الجماعت گناه سبب این نمی شود که نماز فرد قبول نشود. هر کسی که نمازش برای خودش قبول هست، نمازش برای دیگران هم قبول هست. یعنی اگر بالفرض کسی مرتکب قتلی شده و الان توبه کرده و مردم به اون اعتماد دارن پیش امامش کردن، از نظر شرعی خواندن نماز پشت سرش اشکال نداره. منتها انسان باید سعی بکند کسی را که متقی تر هست، پرهیزگارتر هست، چون این کسی رو باید به عنوان امامت نماز تعیین بکند. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن که در مورد زکات گفتن دادن زکات برای همه افراد چه سنشون بالا و چه سنشون کم باشد درسته، و گفتن اینی که آیا برای کوچک اشکال نداره زکات بدیم، همچنین دادن زکات برای خانم برادر. از نظر شرعی الله متعال در سوره توبه مصارف و کسانی رو که مستحق زکات هستند اونها رو کاملا مشخص کرده و صراحتا بیان فرموده انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل الله وابن السبیل. 8 مورد هستند که رسول الله متعال اینها رو مشخص کرده. اول فقرا هستند، بعدش مساکین هستند. فقیر و مسکین تفاوتش با اینه که فقیر هیچی نداره و مسکین مقدار مال داره اما برایش کفایت نمی کند. فقرا و مساکین و العاملین علیها، کسانی که کارمند هستند، مسئول جمع‌آوری زکات هستند. و المؤلفة قلوبهم، و اون کسانی که در واقع از اونا اسلام شاید بیم خطری داشته باشه و امید هست که اگر که به این زکاتی بدن شاید مسلمان بشه و مسلمانان از این نفی ببرن، جایز هست که از مال زکات به اون بدهند. و فی الرقاب، برای آزاد کردن گردن، یک کسی به اصطلاح واجب القتل شده یا کسی برده‌ای هست برای آزاد کردنش بدهند. و الغارمین، کسی که در واقع زیر بار وام رفته، مدیون و مخروز هست. و فی سبیل الله و جهاد و ابن السبیل و مسافر، و مسافری که شاید در شهر خودش یعنی ثروتمند هست اما در راه مونده الان به اون بدهید، از نظر شرعی اشکالی نداره. و در این تمامی این زمینه‌ها لازم نیست که فرد حتما بالغ باشه، تفاوتی نداره چه بالغ باشه چه غیر بالغ باشه. فقیر و مسکین مثلا یتیمی هست، نابالغ هست، از نظر شرعی اشکالی ندارد، میتوانیم که به اون زکات بدیم. و مقدار زکات رو من توصیه میکنم کسانی که زکات میدهند به فقرا و مساکین و خصوصا کسانی رو که میشناسید که فقیر و مسکین هستند، بهتر این است که به اندازه کفایت به فقیر و مسکین بدهید. بعضی از مردم دوست دارند که این زکاتشون تقسیم میکنن، به طور مثال 1000 تومان به هر فقیری میدن. 1000 تومان امروزه هیچ چیزی دست فقیر رو نمیگیرد و از نظر شرعی تا زمانی که فقیر خرج یک سالش رو در خونه نداشته باشه باز هم جایزه که به اون زکات بدن. خرج یک سالش رو در خونه نداشته باشن جایز هست که بهش زکات بدن. به این که حالا تمام همسایه به این زکات دادن، این اشکالی نداره، شما هم زکات رو بدید و کامل بدید. سعی بکنید که نیاز فقیر رو برآورده بکنید و این رو در واقع طوری نکنید که این فقیر نیازمند باشه که چشم به در باشه که چه کسی به اون زکات میدن. یک کسی 2 نفر 3 نفر که زکات میدن به اندازه کفایت خانواده زکات بدن. این اولاتر و بهتر از این است که شما بخواید که زکات خودتون تقسیم بکنید به گونه‌ای که هیچ کسی از آن بهره نبره. خیر. امامی گفتن که زن خود را طلاق داده و گفته که کل ما ثلاثه، آیا پیش نماز شدن او درسته؟ این سوالشون مبهم بود. کل ما ثلاثه که یعنی اگر گفتند که طلاق دادن، 3 طلاق دادن، خب بحث اینه که چطوری طلاق دادن. این 3 طلاق در یک مجلس بوده، در مجالس متعدد بوده، یک رجوع کرده، بعضی یک طلاق یا رجوع نکرده بوده، یا این که گفته بود این که کلما ثلاثه گفته بود. کلما معنیش این است که در فقه حنفی یا در فقه اسلامی وقتی یک کسی قسم میخورد و میگوید که کلما یعنی هر زمانی که من ازدواج بکنم زنم طلاق باشه، یا اگر من با فلانی هر زمانی ازدواج کردم زنش طلاق باشه، این دوری یعنی طلاق کلما خورده. یعنی هر زنی رو که ازدواج بکنه بگوید که هر زمانی که من ازدواج کردم زنم مثلا طلاق باشه. این از نظر شرعی اعتباری نداره، این به عنوان یک قسم شمرده می شود و
همون کفاره قسم رو بدهد و اگر بعدا زن بگیرد طلاق ندارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که قبل از نکاح طلاقی وجود نداره. کسی که هنوز زنی رو نگرفته چطور میتونه طلاقش بده؟ فرض طلاق کلما اعتبار از نظر شرعی اعتباری ندارد. اگر منظورشون این بوده که این امام گفته که هر وقتی که من زنی گرفتم طلاق باشد، از نظر شرعی این ملغا هست، اعتباری نداره و زنی هم که بعداً گرفته باشه زنش هست و نه هیچ اون ارتباطی به پیشنهادی نداره. اگر کسی زنش رو طلاق داده باشه یا طلاق نداده باشه ارتباطی در پیشنهادی نداره و حتما اون کسی هم که پیشنهاد هست احکام طلاق رو بهتر از مردم در واقع میدونند و عامل بر احکام اسلامی هستند. جزاکم الله خیر. افرادی هستند که کار نمیکنن و از دولت حقوق میگیرند، آیا نماز روزشون قبوله؟ بله، هیچ گونه تفاوتی نداره. وقتی که در یک جایی اگر حکومتی باشه، چه اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، که از جانب حکومت یک سهمیه به اونها تعلق میگیره و کار دیگه هم نداشته باشند و امرار معاشون بر روی حقوق که از دولت میگیرن این باشه، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. نماز و روزهشون یک بخش کاملا جداگانه هست و نماز و عبادتشون قبول هست، بالفرض این که ما تصورم بکنیم که حقوقی که دریافت میکنن یا مالی که دولت به اونها داده مال حرامی باشه. برای دولت شاید حرام هست، اما برای خود این فردی که دریافت میکند و از یک طریق قانونی به اون میرسد، این برایش حلال هست استفاده از این مال و نماز و روزش هم کاملا انشاءالله قبول خواهد شد. جزاکم الله خیر. خوردن روزه پیش کسی که روزه دار است آیا اشکال داره؟ انسان باید سعی بکنه تا جایی که ممکن هست که یعنی احساسات دیگران رو مراعات بکنند و که فرد روزه‌دار که نیاز به غذا داره، گرسنه و تشنه است، سعی بکنند که بیشتر اون رو در واقع احساساتش رو برانگیخته نکنند و ناراحت نشود. اما اگر کسی مجبور هست در یک جایی، در یک خونه، الان یک فردی مریض هست روزه نگرفته، افراد دیگر روزه هستند، خب کجا برود غذا بخورد؟ مجبور است که در داخل منزل بخورد. اما تا جایی که ممکن هست سعی بکنند. اگر فردی هم که هست روزه دار احساس نمیکنه و براش مشکل نیست کسی جلوش غذا بخوره، باز هم هیچ گونه ممانعتی در این زمینه وجود ندارد. اما اگر مراعات بکنند این اولاتر و بهتر هست. اما اگر در جایی هست که شاید مردم یعنی بدگمان میشوند که فلانی چرا مثلا روزه نگرفته، در این صورت باید انسان پرهیز بکنه. مثلا به خاطر یک عذر شرعی الان روزه نگرفته، در ملأ عام دیگه نباید بیاد روزه بخورد تا اینکه دیگران را تشویق بکند برای روزه خواری یا بدگمانی در مورد این فرد به وجود بیاد. اما اگر در داخل منزل هستند، کسی بنابر عذری روزه نگرفته، میتواند که جلوی افراد خانواده بخورد. جزاکم الله خیر. قرص جلوگیری استفاده از آن در ماه رمضان؟ بله، قرص جلوگیری به منظور به تأخیر انداختن عادت ماهیانه از نظر شرعی اشکالی ندارد و جایز هست و روزه گرفتن هم درست. این روزه‌ای که در این ایام میگیرند به خاطر اینکه قرص خوردن، روزهشون هم درسته و انشاءالله پذیرفته میشوند و قضا و کفاره دیگری بر گردن اونها نیست. درست. جزاکم الله خیر. کسی که صبح کار باشد آیا روزه بخورد کفاره داره یا نه؟ کسی که در واقع کار دارد یا مشغولیتی دارد، این دلیل بر این نمی شود که روزه خودش را بخورد و تمام مردم کار دارند، بلکه بزرگترین کارها رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان انجام دادند. فتح مکه رو و غزوه بدر و خیلی از کارهای سنگین رو مسلمانان در حالت روزه انجام دادند و روزه گرفتن معنیش این نیست که آدم در واقع تنبل بشود و کار و زندگی خودش رو رها بکند، بلکه همراه با روزه کار و زندگی رو هم انجام بدهد و به بهانه اینکه فلانی کار میکند و کارم سنگین هست، این دلیلی برای خوردن روزه نیست، بلکه حق الله متعال و عبادت و فرضی که الله متعال انجام داده مقدم هست بر اون نیاز مادی که ما داریم و چه بسا افرادی نیاز مادی هم تا اون اندازه نداشته باشند. به هیچ عنوان نیاز مادی رو نباید بر نیاز معنوی شما مقدم بدارید. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هنا علم وهنا نور
كلا بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك